محمد شما را به دوران موسی برگشتاند، نه عیسی مسیح. عیسی مسیح برای ما عهد جدید به وجود آورد، ما را در عهد جدید گذاشت که عهد محبت است. ولی محمد شما را دوباره به دوران موسی برگشتاند. عیسی مسیح آمد، شریعت تکمیل کرد، با ما عهد جدید بست که عهد محبت است، محبت با خداوند و محبت با انسان ها با تمام قلب، فکر و قدرت. ولی 600 سال بعد محمد آمد، شما را دوباره به دوران موسی برگشتاند. همون شریعت، همون بکن نکن، این انجام بده، این انجام نده، این بخو، این نخو، این حلال، این حرام. پس این دین شماست که شما را به قرنها برگشتاند، نه عیسی مسیح. پس بهتر است که شما انجیل مطالعه بکنید، نه قرآن. چون قرآن شما 80% در تورات وجود داره. همه داستان‌های قرآن کاپی شده از تورات است. شریعت شما همه در تورات وجود داره. ولی عیسی مسیح آمد، ما را در یک مرحله دیگه، در یک مرحله دیگه تاریخ قرار داد و گفت حالا دیگه این کارها را انجام بدید. محبت کنین همدیگر دوست داشته باشین. ولی محمد آمد دوباره همون سنگسار و همون شلاق زدن و همون دست قطع کردن و پای قطع کردن و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان در مروج ساخت که اون نمونهش میبینیم در کشورهای اسلامی همیشه وقت اجرا میشه. عیسی مسیح گفت هر کسی که زنا نکرده اولین سنگ بزنه. آیا او کسی که کسی را سنگسار میکنه آیا خودش هرگز مرتکب گناهی نشده؟ آیا پاک است؟ آیا یک گناهکار میتونه یک گناهکار دیگه را سنگسار کنه؟ فرض کن 2 نفر در زندان است، اردوش جنایتکار. آیا یک جنایتکار میتونه ضمانت جنایتکار دیگه شود؟ نه خیر، هیچ امکان نداره، هیچ قانون قاضی را قبول نمیکنه، چون خودش جنایتکار است. فقط کسی میتونه او را ضمانت کنه که از زندان بیرون بیاید که سابقه پاک داشته باشه، مرتکب هیچ جرمی نشده باشه. زمانی که تو میری همون زنی را در چاه میاندازی و او را سنگسار میکنی، با شلاق میزنی او زن در ملای عام، آیا همون کسی که او زن سنگسار رو یا شلاق میزنه خودش مرتکب گناهی نشده؟ آیا خودش پاک است؟ چطور ممکن است که گناهکار دیگه را شلاق بزنه و سنگسار بکنه، دستش قطع کنه، پاش قطع کنه؟ برای عیسی مسیح میگه هر کسی که گناهکار نیست سنگ بزنه. کل شما گناهکار هستین، کل شما هر روزه در گناه زندگی میکنید. چگونه ممکن است که تو آمدید یک زن سنگسار میسی در حالی که خودت گناهکار هستی، خودت هزاران بار هر کاری انجام دادی در خفا؟ برای می عیسی مسیح به او زن گفت من هم تو را محکوم نمیکنم، برو و دیگر گناه نکن. عیسی مسیح ما را در یک مرحله دیگه قرار داد، عهد تازه با ما بست. ولی محمد شما را دوباره برگشتاند 3000 4000 سال قبل.